فعالیت رادیو در بین مردم، در بین خلق، در بین شنوندگان خیلی مهم است. با واسطه رادیو همه هنرمندا با مردم شناس کرده میشه. همه هنرمندا میبینن اینجا سخناشون میگن، سروداشون میخونن و این فعالیتی که امروز 26 سال این رادیوی صدای دوشنبه کرده است، من فکر میکنم که چقدر زحمت و مهنتی همین کارگرا، ژورنالیستا زحمت مهنتی زیاد کشیدن و من تشکر زیاد میکنم، مبارکباد میگویم به همشون. الها باز 26 ساله های دیگر همین برنامه صدای دوشنبه برنامه هاش صدا دهد برای مردم، برای خلق. تبریکشون، مبارکشون بود. سلامت باشید. برای فعالیت کاری شما از خانه رادیو بود و این خانه برای شما خانه بیگانه نیست. خانه بیگانه نیست، البته خانه شما هست. خوش آمدید به برنامه. صدا میتید خانه همه است. سلامت باشید. خوش آمدید معلم عزیز.